lighten up, take me on your magic river, tell me all your dreams align, sign me up and tell me about the پررونیه واقعا. ببین دیوارا رو یه دست دادیم، سقفم یه دست خورده، در هنوز رنگ نشده، یه ذره اینجاش پتونه میخواست پتونه هاشو زدن. Just come share my pillow and rain, rain, go away. درم تو این مرحله شو ببینید فعلنه اینجوریه. برای اینجا و سقف و اینا عالی شده. Truth. Call me out if you think I'm never slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Baby, if you want us, you know time is on our side. If things are gonna haunt us, we'll just have to put aside. And I'm right here if you just need to cry. Come love, share my pillow and rain, rain, go away. Been some time since you fixed me. I'll never. بالاخره وقت این رسیده که اسباب کشی داریم. با کارانی سر رفت. هنوز کار مونده، دستگیرهایی در مثلا نصب نشده، قرنیزا نصب نشده، دیرم هم هست، باید کارامو انجام بدم. اینه که دارم باهاتون حرف میزنم، مثل لوسترینه باید نصب شه، قراره که ببریم خونه و اونا رو مثلا هندل کنیم. پارکت ها و اینا خیلی قشنگ شد. دست شوهر خاله های عزیزم، خاله های عزیزم درد نکنه. شوهر خاله های من همشون آدم های خیلی بزرگی هستن توی شغل خودشون، ولی فنی هن و خیلی به من لطف دارن و خیلی هر کدوم یه گوشه یک کار رو برای ما گرفتن، با وجود مشغله های خیلی زیادی که خودشون داشتن و کار ما تو عید بود و همه اینا. واقعا خیلی 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 اصلا یه چیزیه که تو کلمات جا نمیشه انقدر که به من لطف داشتن. برای همین همه کارا رو خودمون فامیلی طور انجام دادیم. نتیجه هر گوشش پر از عشق و محبت و یه حال خوبیه، نمیدونم چجوری بگم. برای همین خیلی دوستش دارم و نتیجه اون چیزی که فکر میکردم خیلی قشنگتر شد. چند روزه که من نرفتم خونه ولی ویدیو کال کردم، اون چیزایی که دیدم خیلی همه چی قشنگ و مامانه. ماکارونی که خودمو کشتم سرش. آخه 100 تا کار همزمان دارم با هم انجام میدم خدایی. سلام از روز اسباب کشی. بالاخره روز اسباب کشی رسید. خواهیم امروز اسبابمون رو برداریم. دیگه خونه مامانا نیستیم. این قسمتش باورت میشه ناراحتمون کرده، به خاطر اینکه با صدر کسر و اینا همش داریم سر کله میزنیم. مثلا خب خونه شلوغه، یه جوری جریان زندگی خونه مامانا بیشتره دیگه. برای همین دلم واقعا تنگ میشه برای این قسمت داستان. ولی خب هممون خوشحالیم که بازسازی تموم شد، میتونیم برگردیم خونمون. روتینمون چاق شدم. خونه مامانا مگه میشه چاق نشد؟ تمام قسمت ویدیو رفتم دیدم که چی گرفتم و که شده. دیدم اینجای دماغم رو فید نکردم و چقدر رفت تو مخم. بعد گفتم الان بچه هم قطعا که روانی شدن اینو دیدن و اینجوری هم که چه آرزه کثیفی کردی. چرا؟ این برای چیه؟ این برای موه. الان این روزه که خونه داریم میچینیم و چیده نشده هنوز. چیده شده ها، خورده کاری داره و ما نمیرسیم. الان خسته از سر کار اومدم که یه سری جمع و جورا رو انجام بدیم و دارم بیهوش میشم و این اولین خوابیه که درازیه که من رو تخته بدون ملافه و اینا کشیدم. خونه تا خونه بشه من پیر میشم.
الان اگه یکم اونورتر تختو نشون بدم بهتون متوجه عمق فاجعه میشید. الان برای امروز یه سری نصبیای مختلف رو باید نصب کنیم. دوش الان میخوایم نصب کنیم، کلید پریزا و یه سری استند و اینایی که باید نصب شه. خورده کاری ها مونده دیگه، این خورده کاریایی که آخره کار و اینا، اون کار لها. از آشپزخونه جدید بچه هم مهمون دارم پاناکوتا درست میکنم. بعد گفتم که چه بهتر که بیام اینجا هم پاناکوتا درست کنیم، هم یه سری صحبت‌ها که باهاتون داشتم و بزنم اینجوری، هم شما صحبتون سر نمیرم حرفا میزنم من. چه برای پاناکوتامون ژلاتین رو 6 قاشق ژلاتین می‌خواستیم. بعد باید ژلاتینا رو بذاریم به روش بونماری یا همچین چیزی، اینجوری آب شه و هم بخوره. از اون ور گفته که 2 تا خامه 200 گرمی 2 تا رو خالی کنم، با یه لیوان شیر حلش کنم یه ذره که خامه ها گوله نشه. بعد 4 تا لیوان، یعنی در مجموع 4 تا لیوان شیر میخواد، یه لیوان شکر، وانیل هم 1/3 قاشق چای خوری میخواد. خب بچه‌ها بریم به جریان خونه و اینکه چی شده بود و چه داستانایی داشتیم و اینا بهتون گفته بودم که براتون بعداً تعریف میکنم. ما موضوع اصلی که داشتیم توی خونمون، صابخونمون قرار بود که ما تمدید کنیم. باش صحبت کرده بودیم، هیچ مشکلی نبود، همه چی اوکی بود و اینا. بعد از مهلت تمدیدمون گذشته بود، صابخونمون هم هی میگفتش که اوکیه بود، ما که قرار تمدید کنیم و حالا میام و اینا. ما خب امید داشتیم که اوکی دیگه. بعد من یهو مثلا این افتاد تو ذهنم یه خونه بخریم. توی همین جریانا بودیم و ما داشتیم میدیدیم املاکی‌های مختلف و اینا. یهو صاحبخونه‌ام بهمون زنگ زد که من قصد تمدید ندارم، خونه‌تون رو گذاشتم برای فروش. اتفاقا هم که یکی از فامیلامون که خب خونه رو دیده خوشش اومده و اون داره میخره خونه رو، شما هم فرصت ندارید خیلی زود مثلا لطفاً جابجاشیم و اینا. مثلا شما که به ما گفته بودی قرار ببندیم و مثلا ما گفتیم سر صبر حالا میگردیم تاش مثلا امسال میشینیم همینجا بعد جابجا میشیم و اینا. گفت من خونه رو فروختم، اتفاقا هم که خیلی عجله داره میخواد بشینه تو خونش. بعد از اون هر کی میپرسیدیم میگفتش که میتونید مهلت بگیرید ازش، ولی چون قرارداد نبستید، خب قرارداد نبستید دیگه، تاریخ قراردادتون گذشته و نمیتونید، دستتون به جای بند نیست. دارم خامه ها 2 تاشو خالی میکنم که با شیر رقیقش کنم. بعد دیگه یعنی تو فکر کن استرس داشتیم، استرسمون چند برابر شد دیگه. داشتیم میگشتیم نزدیک عید بود دیگه مثلا املاکی‌ها هم میگفتن نمیشه. یعنی اصلا بحث نصف بیشتر استرسی که ما داشتیم موضوع خونه نبود. یعنی اون موقعی که بهتون گفتم که ما خیلی مثلا فشارمون بود و اینا، دیگه موضوع شده بود که ما دیگه به خونه تحویل میدادیم. بعد آقایی که خیلی خوب بود فلان بود یهو نمیدونم چرا تبدیل به یه عجوبه شد. دیگه مثلا ما 2 هفته وقت گرفتیم هنوز خونه پیدا نشده بود و اینا. افتاد سر این که بعد دیگه اصلا شماره‌شو داده بود به اون کسی که خونه رو خریده. حالا شاید کار درستی بود، ولی حالا مثلا اون آقا هم یه آقای خیلی خشک جدیه فلان، میگفتش که من خونمو میخوام، زنم نگرانه، دم عیده، میخواد زنم خونه خودش باشه که گرفتیم. من میگم که خب باشه، بنده که خونه خریدین، خونه رو ندیدید، از قبل دیدید و بعد نمیدونید اصلا کسی توش هست، کسی چی بوده و اینا، بالاخره خب یه زمانی باید بدید دیگه. ببخشید یه لیوان شیر. خب کی دوست نداره دم عید مثلا خونش باشه؟ همه رو دوست دارن دیگه، چیز نرماله. سرتون رو در نیارم. خلاصه که اینجوری شد و از مبلغی که ما پول پیش داشتیم روزانه کم میکرد به خاطر اینکه ما هنوز هیچ جا پیدا نکرده بودیم. از اون برم واقعا دیگه توی مرحله بودیم که دلمون نمیخواست دیگه بریم جایی رو رهن کنیم. بعد دقیقاً هم
ما 4 سال که ازدواج کردیم 2 تا خونه گرفتیم. خونه اولمون رو که فکر کن خب اونجا مثلا جهاز برده بودیم، مثلا اونجا جهازو چیده بودیم و اینا، دیزاینر اومده بود دیزاین کرده بود، کلی مثلا چیز بود، تازه طرف آشنامون بود و قرار بود که چند سال ما توی خونه بشینیم، اصلا خونه چندمش بود، اصلا خونه رو نیاز نداشت و اینا. اون هم دقیقاً همین شکلی، یعنی به همون گفتش که آره من خونمون رو فروختم. بعد که مثلا فکر کنید دروغ بگن که بخوان ما بلند شیم، نه واقعا این اتفاق افتاده بود، چون خونه اولمون که اصلا کسی که خریده بود هی میومد میدید و مثلا میگفتش که شنیدم شما مثلا دیزاینر آوردید ببینم اینجا رو چجوری. ما توی اون خونه اولیمون یه پنجره گرد داشتیم خیلی قشنگ بود، بعد اونجا گیاه بلند گذاشته بودیم، بعد یه دیزاین خیلی بامزه و شبیه مثلا قسمت یه چیز نقطه چیل بود خلاصه. بعد گفت این نقطه رو خیلی قشنگ چیدین و به حالا فکر کنم وسیله جمع کنیم. خب من این نقطه رو عکس میگرفتم، گفت خب من اینو نقطه رو این شما بسام بچینم. خلاصه که اونم دقیقاً با همین بلا رو سر اون آورد و ما اینجوری بودیم که دیگه بابا ول کن دیگه، مثلا هر سه ما شانس نداریم این هر جا رنگ میکنیم سال بعد مثلا یه دستی میکشیم رو سر روی خونه مثلا هزینه میکنیم بعدش مثلا داستان میکنن دیگه. خلاصه اینجوری شد که خونمون پیدا شد و خیلی سختی زیاد بود، درد سر داشت، ولی خب خلاصه که پیدا شد دیگه. اینو دارم هم میزنم، بذار ببینم. گفته که خامه نباشه گول نشه، بعد بقیه گفته که داخل قابلمه خامه بریزید با کمی شیر مخلوط کنید تا کاملا حل بشه، گوله نشه. بعد بقیه شیر و شکر رو اضافه کنید، روی حرارت ملایم هم بزنید تا شکر کامل حل بشه. اوکی. که این خونه هم پیدا شد دیگه دقیقه 90 بود دیگه. اولا که ما کلی از پول پیشمون رفت، روزی 10 میلیون از پول پیشمون برمی داشتن و بماند که حالا چقدر مثلا اعصابمون خوب شده بود و روانی داشت برامون. بعدش هم که اینجا پیدا شد، خب ما یه خونه دیده بودیم با شرایط بهتر، ولی اون خونه نشد، یعنی منصرف شده. چند بار این چیز پیش اومد و هی میافتاد عقب دیگه. بعد اصلا میفهمیدن عجله داری داریم بدتر میکردن دیگه. نمیدونم واقعا جام که پیدا شد 100% اون چیزی که با میلمون بود اون لحظه نبود. بعد مجبور شدیم که خب یه سری چیزا تغییرات ایجاد کنیم، یه ذره بازسازی کنیم، یه ذره خود این زمان میبرد کلی. حالا بهتون میگم تو همین حین دیگه من ورزشمو نمیرفتم کلی. باز مثلا یه سعی کردیم کنار ماماینا بهمون خوش بگذره. 2 تا لیوان بزنم قاطی میکنم تعداد لیوانا رو. 3 تا لیوان اینا 4. من در گاز یکم اینا رو هم بزنم ترکیبش اوکی شه، دوباره برمیگردم. توی این حینم دم گاز یه لیوان شکرم بهش اضافه میکنم با ژلاتینی که گذاشتم بنماریشه. 6 تا قاشق ژلاتین رو یه ذره آب ریختم گذاشتم رو کتری که بنماریشه، اونو بهش اضافه میکنم پای گاز. بعد 1/3 قاشق وانیل. بعد حواستون باشه که پاناکوتا اصلا نباید قل بزنه یا بجوشه، باید یه دمای خیلی ملایمی روی گاز داشته باشه. اینا بچه‌ای ژلاتینی که گذاشتیم بنماریشه، اینم شیر. باید فقط خیلی هم بزنید، یه ذره که دماش اومد بالا شکر رو اضافه میکنم، هم بزنید که هیچی گوله نشه. خب بچه ها این الان اوکی شد. فقط به چند تا چیز دقت کنید. یکی این که فقط در حدی باید روی گاز باشه که حس کنید که همش با هم حل شده، یعنی اصلا نباید خیلی تایم زیادی رو گاز بمونه. همین که من این مقداری که درست کردم بر 10 نفر، البته که من مهمونم 8 نفرن، ولی خب تو اینترنت که سرچ کردم این مقدار بر 10 نفر. بعد روشم با توت فرنگی خورد دیزاین می‌کنم. یک دیگه هم موزلاتی که اومدیم اینجا، خب ما هم وسایلمون هم سایزی بزرگه هم تعدادش زیاده. جا دادن وسایل و چیدن خونه هم یکی دیگه از موزلامون بود. کابینت که بس بود، ولی من اون توی اون خونه 3 تا کمد داشتم برای لباسام، 3 تا کمد بزرگ و واقعا نمیدونم چجوری. اولا که خیلی لباس رد کردم، خیلی. بعدم این که به طرز عجیبی اینجا همه چی توی یک کمد جا شد و نه اینکه بگم فشرده ها، اوکی، یعنی همه چی مثلا سر و سامون گرفته، مرتبه. یه کار دیگه هم که کردم با لباسام که خیلی مهم بود و هیچ وقت به خاطر اینکه مثلا حالا جا داشتم و اینا هیچ وقت به خاطر اینکه جا داشتم و اینا این کارو نمی‌کردم،
چیز بود، تابستونا و زمستونا ها رو جدا نمی‌کردن و در هم بود. دورشو تمیز میکنم بعدش. این خودش کلی چیز میداد دیگه، هم جا میگرفت، هم نمیفهمیدی چی داری چی نداری که بپوشی. الان زمستونا هم همه جمع کردم، همه رو گذاشتم تو چمدونا و باکس‌های مرتب، فصلش که شد در میارم اینجوری هم مرتب و قشنگ میشه دیگه. همین دیگه. الان دورشو تمیز میکنم، میذارم یخچال خودشو بگیره. بعدم برای مهمونی که فردا میخوام سروش کنم روش با توت فرنگی اینا دیزاین میکنم، براتون عکسشو میذارم اینجا. دوستانتون مرسی که تا اینجا ویدیو با من بودید. اگه دوست داشتید لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. نظراتتون رو حتما میخونم. ویدیوی قبلی هم کامل این پروسه خونه و اینا رو گذاشتم. اگه ندیدید خوشحال میشم که اونم ببینید، اگه که دوست داشتید البته. خدافظ.